بالاخره ملاتونین یا منیزیم کدوم برای خواب راحت مفید تره؟ اگه تو هم خواب راحتی نداری و نمیدونی از چه مکملی استفاده بکنی که هم عوارضش کمتر باشه و هم در طولانی مدت بتونه خواب تو رو بهتر بکنه و کیفیت زندگیت بهتر بشه، تا آخر این ویدیو همراه من باش. میخوام بهت یاد بدم چه مکملی بخوری و چطور بخوری و چه میزان بخوری که عالی و خوب باشه. به خواب رفتن شاید برای برخی افراد آسان باشه، اما برای برخی دیگه دشواره. به همین دلیل افراد به سراغ مکمل‌های بدون نسخه پزشک میرن تا خواب شبانه خوبی داشته باشن. هرچند ملاتونین از محبوب ترین مکمل‌های خواب به شمار میره، ماده منحصر به فردی در این عرصه نیست. مکمل منیزیم هم در کمک به خواب موثره و افزون بر اون چندین مزیت دیگر هم داره. ماده معدنی منیزیم علاوه بر بهبود خواب، قند خون و فشار خون رو هم تنظیم میکنه و به بهبود عملکرد عضله‌ها و اعصاب کمک میکنه و در ساخت پروتئین ها و استخوان های قوی مؤثره. اما هنگام گزینش داروهای بدون نسخه، آیا منیزیم در مقایسه با ملاتونین گزینه بهتریه؟ پاسخ این سوال رو در آخر ویدیو بهت میدم. منیزیم چگونه به خواب بهتر کمک میکنه؟ منیزیم به شیوه های مختلف خواب رو بهبود میبخشه. یکی از این شیوه ها تولید و تعامل با گاباست. گابا یکی از انتقال دهنده های عصبی مربوط به خواب محسوب میشه. یک عصب شناس دی را مورد بررسی قرار داده. افرادی که سطح منیزیم بدن اونها مناسب بوده، قابلیت استفاده بهتری از گابا برای به خواب رفتن و در خواب ماندن دارند. منیزیم به آرام شدن بدن به ویژه عضلات کمک میکنه. این ماده معدنی در فعالیت‌های عضلانی نقش داره و میتونه به آرامسازی بهتر اونها در طول خواب کمک کنه. منیزیم به ویژه برای کسانی مفیده که گرفتگی عضلات شبانه یا سندرم پای بیقرار دارند. از اونجا که منیزیم به کاهش اضطراب هم کمک میکنه، از مزیت کمک به سلامت روان نیز برخورداره. به گفته عصب شناس، کمبود سطح منیزیم با استرس در ارتباطه. سطح بالای استرس حاد باعث افزایش سطح کورتیزول یا هورمون استرس در بدن میشه. کورتیزول بسیار انرژیزا و بیدار کننده است و میتونه به بدخوابی و بیخوابی منجر بشه، در حالی که مصرف منیزیم باعث کاهش سطح استرس و ایجاد آرامش و خواب‌آلودگی در شب میشه. مصرف منیزیم همچنین میتونه به سطح طبیعی ملاتونین در بدن بیانجامه. پژوهش‌های بالینی نشون میده که سطح پایین منیزیم در بدن افراد فعالیت مناطقی از مغز رو که ملاتونین رو تولید میکنن کاهش میده. بنابراین با دستیابی به سطح مناسب منیزیم بدن میتونیم اطمینان پیدا کنیم که سطح ملاتونین نیز مناسب خواهد شد. حالا که تا اینجای ویدیو با هم اومدی، کانالمون رو سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی رو ببین. مطمئناً اگه به سلامتیت اهمیت میدی، این کانال بهترین کانالیه که میتونی انتخاب کنی. اما حالا بیایم ببینیم منیزیم در برابر ملاتونین یکیشون عوارض جانبی کمتری دارد. دن گاتنبرگ، روانشناس متخصص علوم مرتبط با خواب، میگه که هر دو مکمل میتونن عوارض جانبی داشته باشن. زنان باردار یا زنانی که شیر میدن نیز و جزو افرادی هستند که حساسند و باید با نظر پزشک حتما مصرف کنند. در مورد کسانی که دارای نارسایی کلیه هستند نیز صدق میکنه. مصرف بیش از حد منیزیم همچنین عوارض خطرناکی از جمله بی‌حسی و سوزن شدن، فشار خون پایین، ضربان قلب نامنظم و ضعف عضلانی ایجاد میکنه.
که برای رفع هر کدوم از اونها باز مجبور میشیم به پزشک مراجعه کنیم. ملاتونین هم میتونه باعث گیجی در طول روز و خواب آشفته بشه، به ویژه اگه اواخر شب یا خیلی نزدیک به زمان بیداری مصرف بشه. به گفته متخصصان از شایع ترین عوارض جانبی مصرف ملاتونین میتونه سردرد، سرگیجه و حالت تهوع باشه. حالا که تا اینجای ویدیو اومدی یه لایک خوشگل به من بذار. میخوام برات بگم برای بهبود خوابت از منیزیم بهتر استفاده کنی یا از ملاتونین. اما هر دو گزینه برای کمک به خواب مؤثرن. منیزیم گزینه بلند مدت‌تر بهتری برای خواب شبانه است. به رغم محدود بودن تحقیقات، منیزیم گزینه امنی برای مصرف طولانی مدته و راه حل پایداریه برای مشکل خواب. با این حال پزشکان معتقدند که برای برخی افراد به ویژه افراد مسن شاید ملاتونین گزینه بهتری باشه. اگرچه مقدار توصیه شده روزانه برای مصرف منیزیم معمولاً 400 تا 420 میلی گرم برای آقایون و 310 تا 360 میلی گرم برای زنان بالغه، اما توصیه میشه که کلاً افراد بیشتر از 350 میلی گرم منیزیم در روز مصرف نکنن. امیدوارم که جواب سوالتو گرفته باشی. حالا برام توی کامنت ها بنویس که تو از منیزیم استفاده میکنی یا ملاتونین.